سلام دوستای عزیز، به کانال جهان نگر خوش آمدید. در این ویدیو میریم به دنیای ورزش و یکی از اسطوره‌های ورزش افغانستان را به معرفی میگیریم. او کسی نیست جز راشد خان آرمان. تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و کانال ما را سابسکرایب کنید. از ولایت ننگرهار تا بزرگترین استدیوهای دنیا، داستان پسری که با توپ و ارادهش مرزها را در نوردید. راشد خان آرمان، نابغه‌ای از افغانستان، حالا یکی از پردرآمدترین و محبوبترین ستاره‌های کرکت دنیاست. راشد خان در 20 سپتامبر 1998 در ولایت ننگرهار به دنیا آمد. برخی تولد او را در ولسوالی نازیان ذکر کردند. او یکی از 11 فرزند خانواده است. خانواده‌اش پیش از جنگ در جلال آباد زندگی می کردند و در حوزه تجارت تایر فعالیت داشتند. پدرش مردی پرتلاش و شناخته شده در این ولسوالی بود. زندگی ساده اما محترمانه ای داشتند تا اینکه جنگ همه چیز را دگرگون کرد. با شدت گرفتن جنگ خانواده راشد مجبور به مهاجرت به پاکستان شدند. دوران کودکی او در اردوگاه‌های مهاجرین گذشت. در همانجا با بازی کرکت آشنا شد و به آن دل بست. همراه با برادرانش با توپ‌های 10 ساز در زمین‌های خاکی بازی می‌کرد و از ستاره‌های چون شاهد فریدی و ایب دلویلیرز الهام می‌گرفت. پس از بازگشت به افغانستان، راشد خان در کنار تحصیل در رشته علوم کامپیوتر تمرین‌های کرکت را نیز با جدیت دنبال کرد. استعداد طبیعی و تلاش شبانه روزیش باعث شد خیلی زود به تیم‌های محلی راه پیدا کند و نظر مربیان را جلب کند. همه سرعت، دقت و خونسردی او در زمین شگفت زده بودند. در اکتبر سال 2015 در حالی که تنها 17 سال داشت، نخستین پیراهن تیم ملی افغانستان را بر تن کرد. اولین بازیش در برابر زیمبابوه در مسابقات بین المللی یک روزه بود. خیلی زود نیز در بازی‌های بین المللی 20 آوره به میدان رفت. بازی‌های او نشان داد که افغانستان یک نابغه جدید در اختیار دارد. در سال 2017 راشد در بازی مقابل ایرلند رکورد بی‌نظیری در بالینگ ثبت کرد. در سال 2018 با عنوان بهترین بالر جهان در رده‌بندی مسابقات یک روزه و 20 آوره معرفی شد. در سال 2019 در حالی که تنها 20 سال داشت، جوانترین کاپیتان تاریخ بازی‌های تست شد. او همچنین توسط ICC با عنوان بازیکن دهه در فرمت 20 آوره معرفی گردید. این افتخارات نام راشد خان را در تاریخ کرکت ثبت کرد. در سال 2017 تیم سنرایزر حیدرآباد در لیگ IPL هند او را به خدمت گرفت. عملکرد درخشانش باعث شد به سایر لیگ‌های بین‌المللی نیز دعوت شود. در استرالیا با ادلید استرایکرز، در انگلستان با ساسکس، در پاکستان با لاهور قلندرز، در لیگ IPL با گجرات تایتنز و در امریکا و آفریقای جنوبی با تیم‌های MI نیویورک و MI کیپ تاون. در هر تیمی که بازی کرد به مهره کلیدی تبدیل شد. سبک بالینگ منحصر به فردش و روحیه ورزشیش او را به یکی از محبوب ترین چهره های کرکت جهان بدل کرد. راشد خان تنها یک ستاره ورزشی نیست، بلکه یکی از پردرآمدترین ورزشکاران افغانستان نیز به شمار می رود. او در سالهای اخیر میلیون‌ها دلار از قراردادهای باشگاهی، تبلیغات و برندهای بین المللی درآمد داشته است.
تخمین زده می شود که تنها از لیگ IPL سالانه بیش از $1,000,000 درآمد کسب می کند که این رقم بدون در نظر گرفتن سایر لیگ ها و اسپانسر هاست. با این جایگاه او نه تنها به عنوان یک ورزشکار بلکه به عنوان نمادی از موفقیت و استقلال اقتصادی شناخته می شود. در 3 اکتبر سال 2024 راشد خان در مراسم خانوادگی در کابل ازدواج کرد. همزمان با ازدواج 3 برادر دیگرش. در کنار موفقیت‌های ورزشی، راشد در فعالیت‌های اجتماعی نیز نقش پررنگی دارد. او در بازسازی مدارس، کمک به خانواده‌های آسیب دیده و ترویج آموزش در افغانستان سهیم بوده است. بارها از طریق رسانه‌ها تاکید کرده که می‌خواهد الگوی مثبت برای نسل جوان افغانستان باشد. راشد خان آرمان نماد تلاش، پشتکار و امید است. از پناهجویی در پاکستان تا افتخار آفرینی در بزرگترین لیگ‌های جهان، مسیر او داستانی الهام بخش برای میلیون‌ها جوان در سراسر دنیاست. این تنها آغاز مسیر اوست. آینده روشن‌تر در انتظارش است. از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید جهان سپاس. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال ما را سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را فشار دهید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.